هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بر یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد گوی، کارت به رواج میشود ان شاء الله. پیش از همه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ارجو هستیم تنصیحات خانه آباد باشیم برادران. امروز در مهمانی ما برادرای قند از شهر قربان تپه تاجیکستان باستان به مغازه زیارتشاب قدم رنج نمودند. برادر عزیز ما عزیز خان خوش آمدن. بار دیگر برادر قند ما عظیمزاد به همگان معلومند. خوش آمدن بار دیگر به مغازه زیارتشاب. زنده باشین. خانم دوستان عزیز و شخصانی که همین نوار دیده ایستادن میگه که اگه شنیدن کی بود مانند دیدن. اون چیزی را که من حس کردم حاضر عین حال بعد از گرفتن حجامه و یا کسایی که خواهشمندین مرحمت بیاین در اینجا حجامه گیرین، بهترین چیز بوده است. با در اینجا بسیار کتاب‌های خوب اسلامی، کتاب قرآن از جمله داروهای هستند که برای سلامتی بی‌نهایت خوب هستند. بسیار چیزهایی که عموما به همه ما در کار هستند، مخصوصا اون نفرانی که در غریبی هستند کار و فعالیت میکنند. فکر میکنم همین حجامه برای سلامتی بهترین چیز است. بیاین از این مگزین همین مغازه هم دیدن کنین، هم سلامتی خود برقرار کنین. عبدالله جان برادر عزیز ما همراه قاری ان شاء الله که در خدمت شما هستم. سلامت باشید. این مغازه را با گذاشتیم زیارتشاب. مقصد اون ما هم در همون هست که مقصد برادرها بیاین مثل شما باره زیارت کنیم، شما از دیدارشون شاد شویم و ما هم نیز زیارت کنیم. به همین خاطر مغازه ما زیارتشاب نام دارد. دوستان عزیز گفتنی هستم که مغازه ما قرار دارد بارها میگویم که در مترو لوبلینا شهر مسکو نزدیک بازار لوبلینا مارینسکی پارک 33 و دادر عزیز ما عزیز خان این هم بسیار یک آوازخوان خوب است. برادرمان از شهر قربان تپه یک دو سخن برای مثلا هم مغازه ما هم برای مهمانی. زنده باشین، سلامت باشین. اکا جان مقطعی اکا عبدالله شناسی چند ساله هستیم. از سبب که کار و فعالیت در شهر مسکو دارم با طریق اینترنت صحبت میکردیم، از کار و فعالیت چون خبردار بودیم و امروز رسید دیدار، ما دیدار به دیدار رسیدیم. سر یک پیاله چای دوستانه قرار نشستیم و آمدیم از مغازه اکا جان ما دیدن کردیم. واقعا هم بسیار زیبا، تازه، خوشبو، چیزایی که برای شما در کار است. کتاب‌های اسلامی، داروهایی که به جهت سلامتی فایده آور و حجامه هم هست. میتونین یک کاری خیر کردن که ما در شهر مسکو که تمام غریبا را از مشکل سلامتی که تنقیسی میکشن ان شاء الله که تبابت میکنن. حتما بیاین دیدن کنین، از این داروها و از این خیلی چیزهای خوب استفاده برید. برای شما در دیگه داروهای ما نگفتن ما هم از گیاه می باشد. گفتی روزها که لچت میکند الحمدلله کلچت نمیکند. به همین خاطر از خارج کشور هستن، از ترکیه هستن، از اندونزی هستن، از دیگر جاها. مقصد که بار دیگر خوش آمدین. ما هر یک مهمانی که قدم رنجه میکنه به مغازه ما، مغازه زیارتشاب، یک تحفه میکنیم. ولی عزیز خان دادر ده این را تحفه میکنیم. لیکن این برادر مونده خیلی چیزی که خودش میخواد. ما تحفه مون گرفتیم. چقدر که عبدالله جان سخن کرده بودن در یک نوار پیشینه، هر یک درد از جانب خداوند است، شفاش هم از جانب خداوند است. این کارهایی که ان شاء الله که برادران میکنند یک سبب میشود ان شاء الله که دردمو ان شاء الله که شفا مییابد. خدا کرده باشد که همه مردم مسلمان در تمام روی دنیا سربلند و سلامت باشد، اساس سلامتی خوب داشته باشد. سلامت باشید. مرش خیر خداحافظ میکنیم ان شاء الله. شما هم بیاین دیدار یکدیگر را برسیم، صحبت ها بکنیم، صحبت های عاشقانه، صحبت های دوستانه، صحبت های غریبانه. باقی در امان خدا باشین، در حق ما دعاگو باشین، چون که میگه که اگر درخت از آب بسوزه آدمیزاد از دهان بسوزد. به همین خاطر رقمای تلفن هم میگذارم ان شاء الله، آدرس هم بار دیگه میگذارم. بیایید. میگه مهمان که عطای کردگار است، جانها زیبرای اون نثار است. خوش آمدید. زنده باشید. از آمد.